السلام علیکم دامنای عزیز. بسیاری دخترها از حساب تلفن‌های دستی بی‌راحه شدند. نصیحت کنید تا که برادر و پدران اونها همراه شما نماز میخوانند و به اونها خریدن ندهند. درست گپی، خیلی با مورد، خیلی با معنی که دخترهای جوان اگر شما ببینید در کوچه ها، اکثریت همونها بیچاره در گوش ها تلفن فقط و فقط صحبت به عاشقای خود دارند. کم از جوان دختری که مقصد گویم تلفنی که برای او داده می شود، او تلفن مقصد با یگان کارهای تعجیلی که برای خانه باشد یا برای مثال با پدر و مادر صحبت داشته باشد، کم از اون دخترهایی که فقط در این راه صرف کنند. و این خاطر پدرای عزیز، دادرای عزیز، یگانه چیزی که امروز بله خواهرای ما در خطر دارند، بچهای ما در خطر دارند، همین تلفن است.